این همه تنوع اسم و مدل فیلامنت گیج شدی که کدوم برای پروژت مناسبه؟ این ویدیو رو از دست نده. سلام، به فروشگاه هگزاگون 3D تامین کننده انواع فیلامنت از برندهای پوریما و پلی میکر خوش اومدید. توی این ویدیو قراره در خصوص انواع فیلامنت، خواصشون و کاربردهاشون و البته پیشنهادات مخصوص هگزاگون 3D در خصوص خرید فیلامنت آشنا بشید. فیلامنت چیه؟ همونطور که توی ویدیوهای قبلی گفتم، فیلامنت نوعی رشته پلاستیکیه که در پرینترهای FDM به عنوان مواد اولیه ساخت توسط حرارت ذوب میشه و توسط پرینتر مطابق طرح سه‌بعدی شکل میگیره. هم من هم شما میدونیم که انتخاب مناسب فیلامنت میتونه روی کیفیت، دوام و حتی ظاهر نهایی قطعه تاثیر بذاره. به خاطر همین تنوع گسترده‌ای در خصوص فیلامنت ها داریم. ولی به طور کلی فیلامنت ها رو میتونیم تو 4 دسته معرفی کنیم. فیلامنت های استاندارد مثل PLA و ABS. فیلامنت های مهندسی مثل نایلون، پلیکربنات و PETG. فیلامنت های تخصصی مثل TPU و ASA و در نهایت فیلامنت های کامپوزیتی مثل وود PLA و متال PLA. و ما قراره بین این همه تنوع 12 تا از اصلی ترین فیلامنت هایی که امکان داره توی بازار پیدا کنید رو بررسی کنیم. فیلامنت PLA یا پلی‌لاکتیک اسید یکی از پرمصرف ترین و پرکاربردترین فیلامنت هاست که به عنوان مناسب ترین گزینه برای مبتدی ها، نمونه سازی سریع و ساخت مدل های تزئینی و آموزشی شناخته میشه که استحکام زیادی لازم ندارن اما زیبایی کار اهمیت بالایی داره. این فیلامنت از مواد گیاهی مثل ذرت ساخته شده، زیست تخریب پذیره و بوی نامطلوبی نداره و از نظر تنوع طرح و رنگ یک عالمه مدل داره. فروشگاه هگزاگون 3D هم در راستای جلب رضایت مشتریاش 7 از پرکاربردترین مدل‌های PLA رو در قالب قرقره‌های 1 کیلوگرمی در سایت موجود کرده که شامل تاف PLA، هایپر PLA، PLA استاندارد، وود PLA، پاستل PLA و پریمیوم PLA از برند پریما و پلیترا PLA از برند پلی میکر که به قرقره‌های کاغذی دوستدار محیط زیستش معروفه. هر کدوم از این 7 مدل کلی تنوع رنگی دارن و در خواصی مثل مقاومت ضربه با هم دیگه فرق میکنن. اگر میخوای در خصوص این تفاوت‌ها بدونی، سابسکرایبمون کن و زنگوله رو فعال کن تا وقتی ویدیوش منتشر شد از دستش ندی. و حالا نکات پرینت با PLA. برای استفاده از این فیلامنت دمای نازل رو حدود 200 تا 230 درجه سانتیگراد تنظیم می‌کنیم. و خوبیش اینه که بدون گرم کردن صفحه ساخت هم میتونیم پرینت خوبی داشته باشیم. ولی بهتره که یک دمای اولیه بهش بدیم. در نهایت باید در نظر داشته باشید که قطعه پرینت شده با این فیلامنت به دماهای بالا حساسه. ABS یا اکریلیل بوتادین استایرن مقاوم‌تر و انعطاف‌پذیرتر از PLA. به خاطر همین در ساخت قطعاتی که در معرض حرارت و فشار هستند مثل اکسسوری‌های اتومبیل، لوازم آشپزخونه و قطعات الکترونیکی مناسبه. شما میتونید این محصول رو از برند معتبر پوریما در رنگ‌های مختلف از سایت hexagon3d.ir تهیه کنید. دمای نازل برای پرینت این فیلامنت 220 تا 250 درجه سانتیگراده. و برای چسبندگی خوب بین لایه‌ها و تکون نخوردن قطعه لازمه که صفحه ساخت رو از 70 تا 110 درجه سانتیگراد گرم کنید و برای کنترل دمای محیط پرینت از پرینترهای محفظه‌دار استفاده کنید. حواستون باشه این فیلامنت موقع پرینت بوی تندی داره، پس بهتره که از فضای کار جداگانه با تهویه مناسب استفاده کنید. PETG یا PETG از اون فیلامنت‌های فوق‌العاده عملکردیه. فیلامنتی که مقاومت PLA و استحکام ABS رو داره و از معدود فیلامنت‌هایی که گرید نیمه شفاف یا ترانسپرنت داره. البته این محصول رو به مقاومت ضربه و مقاومت شیمیایی هم میشناسن. به خاطر همین قطعات صنعتی و کاربردی رو هم با این فیلامنت پرینت میکنن. اگر یه سر به سایت hexagon3d.ir بزنی این محصول در 2 مدل PETG پوریما و PETG ترانسپرنت پوریما قابل تهیه است. نکات پرینت با PETG. برای پرینت PETG دمای نازل 220 تا 250 درجه سانتیگراد و دمای صفحه ساخت بین 60 تا 80 درجه سانتیگراد تنظیم میشه. حواستون باشه چسبندگی بین لایه این فیلامنت خوبه ولی یه ذره زمان بره. TPU یه فیلامنت تخصصی الاستیک و انعطاف‌پذیره که برای ساختن قطعاتی که تحت فشار و خمش قرار میگیرن مثل کیس های تلفن، دستگیره ها و اسپرینگ ها استفاده میشه. فروشگاه هگزاگون 3D به کسایی که میخوان TPU پرینت کنن 2 تا مدل
TPU 95A پوریما و TPU 95A پلیفلکس پلیمیکر رو پیشنهاد میکنه که هر کدوم رنگ‌های مختلفی دارن. نکات پرینت با TPU. برای پرینت این فیلامنت دمای نازل رو باید بین 210 تا 230 درجه سانتیگراد تنظیم کنید و از اونجایی که یک فیلامنت بدقلق توی پرینته بهتره که سرعت چاپ رو پایین نگه دارید، چیزی حدود 20 تا 40 میلیمتر بر ثانیه. در نهایت حواستون باشه که قطر نازل برای پرینت این فیلامنت باید 6 دهم یا بیشتر باشه. فیلامنت ASA مشابه ABS خواص مکانیکی بالایی داره، با این مزیت که علاوه بر خواص مکانیکی مقاومت در برابر نور یووی داره. به خاطر همین برای ساخت قطعات مستحکمی که در معرض نور آفتاب قرار میگیرن بهترین گزینه است. فروشگاه هگزاگون 3D این محصول رو در رنگ سفید از برند پوریما به شما پیشنهاد میکنه. نکات پرینت با ISA. برای پرینت این فیلامنت دمای نازل رو باید بین 240 تا 260 درجه سانتیگراد و دمای صفحه ساخت رو بین 90 تا 110 درجه سانتیگراد تنظیم کنید. اینم بگم که ASA مثل ABS میمونه. موقع پرینت بوی تندی داره و باید برای پرینتش از فضای کار جداگونه با تهویه استفاده کنید. پلیکربنات بیشترین مقاومت به ضربه و حرارت رو بین فیلامنت داره. پس اگه قصد پرینت قطعه‌های مهندسی یا نمونه‌های تست صنعتی دارید، پیشنهاد ما به شما استفاده از فیلامنت ترکیبی ABS پلیکربنات. برای پرینت فیلامنت‌های پلیکربنات دار دمای نازل رو باید بین 270 تا 310 و دمای صفحه بد رو بین 100 تا 130 درجه سانتیگراد تنظیم کنید. به این نکته توجه داشته باشید که به محض بیرون آوردن فیلامنت‌های پلیکربنات از حالت وکیوم باید اونها رو داخل محفظه‌های نگهدارنده فیلامنت قرار بدیم، چرا که این محصولات با جذب رطوبت خواصشون تغییر میکنه. فیلامنت هیپس یا HIPS این فیلامنت در حلال دیکانول حل میشه و نسبت به بقیه فیلامنت‌ها استحکام کمتری داره. به خاطر همین در ساخت ساپورت‌هایی با ساختار پیچیده که لازمه بعداً از بین بره، کاندید ایدئالی به نظر میاد. در باب نکات پرینت هیپس یا HIPS باید بگم که دمای نازل رو باید بین 220 تا 240 درجه سانتیگراد و دمای صفحه ساخت رو بین 80 تا 100 درجه سانتیگراد تنظیم کنید. و بزرگترین محدودیتش اینه که به عنوان ساپورت فقط با ABS چسبندگی داره و قابل پرینته. بعد از ABS فیلامنت پلاستیکی دیگه‌ای که داخل ایران تولید میشه فیلامنت PP یا پلیپروپیلنه که از نظر خواص چیزی بین PLA و ABS و تنوع رنگی خوبی داره. شما میتونید PP رو فقط با پرینترهای محفظه‌دار دارای فن‌های خنک کننده با دمای نازل 220 تا 250 درجه سانتیگراد و دمای صفحه ساخت 85 تا 100 درجه سانتیگراد پرینت کنید. 11 فیلامنت نایلونه که هم استحکام دوام بالایی داره و هم انعطاف پذیری خوبی داره، اما نقطه ذوبش بالاست و چسبندگیش یکم ضعیفه. به خاطر همین باید از پرینترهای تخصصی محفظه‌دار با قابلیت افزایش دمای نازل بین 220 تا 250 درجه سانتیگراد و افزایش دمای صفحه ساخت بین 70 تا 100 درجه سانتیگراد استفاده کنید. و از اونجایی که از اون فیلامنت هایی که پرینت پذیری سخته، این محصول رو توی سبد محصولات هگزاگون نمیبینیم. و اما آخرین مدل پت. این فیلامنت مثل پلیکربنات مشکل جذب رطوبت نداره یا مثل ABS موقع پرینت از خودش بو و دود منتشر نمیکنه. درسته پرینت پذیریش از نایلون یه ذره راحت‌تره، اما هنوز این چالش وجود داره که باید با پرینتری باهاش کار کنید که دمای نازلش تا 230 درجه سانتیگراد بالا بره. حالا که با انواع فیلامنت ها آشنا شدیم، وقتشه که ببینیم چطور فیلامنت مناسب رو انتخاب کنیم. اول شرایط پروژه رو چک کن. اگه تزیینیه برو سراغ PLA، اگه کاربردیه PETG و ABS، اگه صنعتیه پلیکربنات و ASA و اگه قرار ساپورت بزنی هیپس یا HIPS. بعد ببین قطعه تو چه شرایطی قرار بگیره. اگه در معرض حرارت ABS و پلیکربنات رو انتخاب کن. اگه در معرض رطوبت PETG رو انتخاب کن و اگه در معرض نور آفتاب و UV ASA. آیتم تاثیرگذار بعدی میزان تجربه و مهارت شما در پرینت کردنه. اگه مبتدی هستین، هر انتخاب دیگه غیر از فیلامنت PLA ریسک خراب شدن پروژه رو بالا میبره. اما
اگر متخصص هستیم میتونیم بین پلیکربنات، نایلون و ABS یکی رو انتخاب کنیم. و اما آخرین و مهمترین آیتم بودجه. اگه محدودیتی توی بودجه داری بین PLA و ABS انتخاب کن. اما اگه محدودیتی وجود نداره، اگه بین TPU، ASA و پلیکربنات انتخاب کنی قطعاً تجربه جذابی رو خواهی داشت. حالا اگه فیلامنت مناسب پروژت رو انتخاب کردی، بذار بهت یادآوری کنم که تمام فیلامنت هایی که امروز توی این ویدیو برات توضیح دادیم داخل فروشگاه هگزاگون 3D موجوده. کافیه یه سر به سایت ما بزنی و با چند تا کلیک ساده هر فیلامنت رو که میخوای تهیه کنی. شما میتونید برای تهیه این محصول یا هر نوع فیلامنت دیگه‌ای از برندهای معتبری مثل پوریما و پلیمیکر از طریق این شماره با مشاوران هگزاگون 3D در ارتباط باشید. دوستان عزیز، امیدوارم که ویدیو امروز براتون مفید بوده باشه. اگه سوالی دارید داخل بخش کامنت ها برامون بنویسید. و اگر ویدیو امروز رو دوست داشتید لایک کنید و به اشتراک بذارید. قبل از اینکه خداحافظی کنم یه یادآوری بکنم که فعال کردن زنگوله و سابسکرایب کانال رو فراموش نکنید.